آیا گرگ توانست از دست روباه پدرسوخته نجات پیدا کند؟ به نام خدا. داستان طنز و شنیدنی گرگ از خدا بیخبر و روباه پدرسوخته. پادشاهی بود که باغ قشنگی داشت. در این باغ روباهی زندگی می‌کرد. این روباه هر شب می‌آمد تمام میوه‌هایی که دستش می‌رسید می‌خورد و خراب می‌کرد. باغبان در فکر چاره بود. برای اینکه اگر چاره نمی‌کرد، شاه که می‌آمد و وضع باغ را به آن حال می‌دید، ناراحت می‌شد و جزای او را می‌داد. شب که شد، روباه آمد و دید که یک دنبه چرب و نرم آنجاست. کمی فکر کرد، با خودش گفت: آقا روباه عیار، حیله‌ای هست در این کار. اگر حیله‌ای نیست، این لقمه چرب و نرم را چه کسی و به چه علت روی این چوب داخل باغ در دسترس تو گذاشته؟ برگشت، رفت در پی گرگ. او را پیدا کرد. دید از گرسنگی حال نزاری دارد و در آفتاب خوابیده است. گرگ تا روباه را دید فریاد زد: آهای آقا روباه، چه خبر داری؟ اخبار چیست؟ خوردنی کجا بلد هستی؟ روباه سلام کرد و گفت: تا حالا من در مجلس روزخوانی بودم. هنوز هم شام نخوردم. آمدم در پی تو که تو را با خودم ببرم شام بخوریم. گرگ خیلی خوشحال شد و با هم به طرف باغ راه افتادند. همین که به باغ رسیدند، گرگ گرسنه دنبه را که دید پرید برای خوردن آن. ناگهان چنگال او بر طناب دام بسته شد و دنبه افتاد جلوی پای روباه. روباه دنبه را به دندان گرفت و به راه افتاد. گرگ از عقب داد زد: آقا روباه، دنبه را کجا میبری؟ روباه گفت: این شام قسمت من است که آوردند و گذاشتند اینجا. گرگ پرسید: پس قسمت مرا کی میآورند؟ روباه گفت: وقتی که باغبان به سراغت بیاید. صبح زود که باغبان آمد، دید یک گرگ توی دام است. بیل خودش را برداشت و افتاد به جان گرگ. آنقدر او را زد که به حال مرده افتاد. مرده گرگ را انداخت روی کودها. آفتاب گذاشت به جسم او، گرم شد، دوباره جان گرفت، بلند شد و فرار کرد به بیابان. روباه دانست که گرگ دنبالش می آید. رفت دم خود را گذاشت در رنگ آبی و گوشهایش را زد داخل خمره زرد و آمد سر راه گرگ ایستاد. همین که گرگ نزدیک آمد، از دور فریاد کرد: آهای روباه پدر سوخته، اگر آمدم نزدیک تو بلایی سرت بیاورم که تا عمر داری یادت نرود. روباه جواب داد: پدر سوخته خودت هستی، چرا بی خود به مردم ناسزا میگویی؟ مگر مرض هاری گرفته ای؟ گرگ گفت: تو پدر مرا در آوردی. روباه گفت: آن شخص که تو را اذیت کرده شخصی بوده حقه باز. من آدمی هستم رنگرز. گرگ گفت: من غلط کردم. حالا خواهش دارم رنگرزی را به من یاد بده تا من هم لقمه نانی پیدا کنم و کاسب بشوم. روباه گفت: تو گرگ خوبی باشه، من قبول میکنم. با هم رفتن سر خمره رنگرزی. روباه به گرگ گفت: حالا خم شو، دست خودت را بکن توی خمره تا یاد بگیری. گرگ قبول کرد. همین که خم شد داخل خمره، روباه گرگ را هل داد. گرگ افتاد توی خمره و روباه در خمره را گذاشت و فرار کرد. صبح فردا که صاحب خمره دکان رنگرزی آمد، در خمره را باز کرد، دید یک گرگ بزرگ داخل خمره است. چوب را برداشت، آنقدر گرگ را کتک زد که به حال مرده افتاد. گرگ مرده را انداخت بیرون. باز توی آفتاب جان گرفت، بلند شد و فرار کرد. بشنو از روباه که رفت یک تکه چرم پیدا کرد، با یک سوزن گیوه دوزی شروع به دوختن چرم کرد. گرگ تا آمد و چشمش به روباه افتاد گفت: ای روباه پدر سوخته، اگر آمدم پدرت را در می آورم. روباه گفت: پدر سوخته خودت هستی. تو با مردم چه کار داری؟ فحاشی می کنی؟
آن روباهی بوده حقه باز، من بابایی هستم پاره دوز. گرگ گفت من غلط کردم، تو را نشناخته بودم، پس حالا خواهشمندم یک جفت کفش برای من بدوز، برای این که تابستان در بیابان بی کفش که راه میروم خیلی ناراحت هستم. روباه گفت حالا با ادب و با تربیت شدی، برو یک گوسفند و یک مقدار قیر بیاور تا یک جفت کفش برایت درست کنم. گرگ فوری رفت یک گوسفند از یک چوپان دزدید، بعد آمد تا به یک دوره‌گرد ریش سفید رسید. جلوش را گرفت و او را پاره پاره کرد و از توی خورجینی که روی دوشش بود مقداری قیر برداشت و برد برای روباه. روباه گفت حالا برو فردا بیا. صبح که شد گرگ آمد. روباه گفت تمام نشده است، زیره و رویش مانده، برو یک گوسفند دیگر بیاور. گرگ هم رفت و یک گوسفند دیگر آورد. همینطوری روباه هر روز او را میفرستاد که یک گوسفند بیاورد و هر روز خودش را سیر میکرد تا اینکه عاقبت یک روز کار کفش تمام شد. گرگ آن را پوشید و رفت. گرگ که کفش‌هایش را پوشیده بود رفت تا در صحرا گردش بکند. نزدیک ظهر بود، هوا هم گرم. قیر ته کفش آش، گرگ چسبید روی زمین بیابان. چوپان‌ها که از آن حوالی می‌گذشتند گرگ را دیدند، آنقدر او را زدند که به حال مرده افتاد. آفتاب که به او خورد جان گرفت، بلند شد و فرار کرد. بشنو از روباه که چند تا ترکه چید، آمد نشست به سبد درست کردن. گرگ تا آمد روباه را دید، فریاد زد ای روباه نابکار، اگر نزدیک تو رسیدم میدانم چه به روزه دارد بیاورم. روباه گفت نابکار خودت هستی، چرا حرفای بد میزنی؟ من روباهی هستم سبد باف، آن کس دیگری بوده حقه باز. گرگ گفت ای روباه غلط کردم، من تو را نشناختم. حالا خواهش میکنم یک سبد برای جای خوابیدن این زمستان من درست کن که مثل لانه باشد و شبهای زمستان در آن بخوابم. روباه سبدی بافت و به گرگ گفت برو داخل این سبد بنشین تا بدانم اندازت می شود یا نه. گرگ داخل سبد نشست. روباه دهانه سبد را یواش یواش بافت تا اینکه دیگر دری برای سبد نماند. آن وقت سبد را برداشت و برد از بالای تپه‌ای انداخت به طرف دره. سبد از بالای تپه غلتید و آمد تا افتاد توی دره. چوپانی از آنجا رد می شد. چشمش به سبد افتاد. آن را با خود به منزل برد و به مادرش گفت مواظب این عسل باش تا بماند برای عیدمان. مادر چوپان همین که پسرش رفت یک دانه نان آورد تا کمی عسل در بیاورد و با نان بخورد. اما همین که انگشت در سبد کرد، گرگ گرسنه انگشت پیرزن را خورد. پیرزن گفت واخ چه زنبور بدی آورده است. از سوراخ سبد داخل آن را نگاه کرد. گرگ بزرگی را داخل آن دید، فریاد کشید. پسرش و همسایه ها با چوب آمدند، دور گرگ را گرفتند و آنقدر او را زدند که به حال مرده افتاد. انداختنش جلوی آفتاب. خورشید به او تابید، زنده شد و فرار کرد برای انتقام از روباه. همه جا دنبال روباه بود. روباه هم که میدانست گرگ دنبالش میکند، رفت داخل یک آسیاب، دید کسی نیست. کمی آرد به خودش مالید، آمد در آسیاب نشست. گرگ که از دور روباه را دید فریاد کشید ای روباه پدر سوخته، باز هم تو سر من کلاه گذاشتی، حالا پدر تو را در می آورم. روباه گفت پدر سوخته خودت هستی، آن که به تو دروغ گفته حقه باز بوده، من روباهی هستم آسیابان. گرگ گفت پس تو را به خدا آسیابانی را یادم بده، من خیال کردم تو آن روباه حقه باز هستی، حالا مرا ببخش، خیلی ممنون می شوم اگر آسیابانی را به من یاد بدهی. روباه گفت مانعی ندارد، تا بوده از قدیم بخشش از بزرگان بوده، بیا برویم آسیابانی را یادت بدهم. روباه گرگ را برد در آسیاب، دست گرگ را گذاشت زیر گندم خرد کن. گرگ دیگر نتوانست تکان بخورد و روباه کارش که تمام شد فرار کرد.
صبح زود که آسیابان آمد، دید یک گرگ با آن حال در آسیاب است. بار سنگی را برداشت و آنقدر گرگ را زد که مرد و دیگر هم زیر آفتاب زنده نشد. دوستان عزیز، آیا اطراف شما از این مردم روبانماها وجود دارند؟ نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید.